تصاویر تازه آریانا سعید بعد از جدا شدن از اسیب. آیا با واقعیت آریانا سعید از اسیب جدا شده است؟ دلیل مریضی روی آریانا سعید چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای زندگی آریانا سعید در کشور ترکیه فاش شده است. آریانا سعید چرا دیگر آهنگ نشر نکرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از صداهای پرنام و مشهور در هنر موسیقی افغانستان بوده است. صدای آریانا سعید کاملا طبیعی و خداداد بوده است و علاقه‌مندان و طرفداران فراوانی در هنر موسیقی افغانستان داشته است. آریانا سعید کارهای هنریش را از سن نوجوانی آغاز می کرد، ولی همیشه با مخالفت‌های خانواده‌اش روبرو می شد. آریانا سعید در سال 2006 با سرودن آهنگ عاشقانه با جاوید شریف به هنر موسیقی در افغانستان آغاز کرد. اکنون آریانا سعید شهرت و محبوبیت جهانی دارد و ای را میتوان یکی از هنرمندان بین المللی در هنر موسیقی افغانستان دانست. آریانا سعید همه ساله کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می کند. در سال 2018 در جریان یکی از کنسرت‌هایش از طرف مستر منیجرش سورپرایز شد و پیشنهاد ازدواج مدیر کاریش را پذیرفت. جدیدا تصاویر کاملا آشفته و پریشان آریانا سعید در صفحات مجازی درج شده است که آریانا از اسیب جدا شده است، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی آریانا سعید در کشور ترکیه خسارات بزرگ مالی را متقبل شده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درود دیگر همه شما خوبان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.